چین در تاجیکستان یک سال باز نمیتواند پالایشگاه بزرگ نفتش را بنیاد کند، چون مبلغ‌های شرکتی دونگ ینگ هلی اینوستمنت التد که برای بنیاد پالایشگاه روانه شده بودند در اگرو اینوست بانک تاجیکستان درمانده است. بنیاد این پالایشگاه در منطقه آزاد اقتصادی دنغره شروع شده به دلیل بند ماندن سرمایه‌های شرکت ساختمانش یک سال باز به انجام نمی‌رسد. یک همصحبت رادیو آزادی در نمایندگی این شرکت چینی در تاجیکستان که نخواست نامش برده شود گفت گپ درباره تقریباً 12 میلیون دلار می رود. این پول است که در صورت حسابی شرکت در اگرو اینوست بانک گذاشته شده است. امیرعلی شریفов رهبر دستگاه مأموریت منطقه آزاد اقتصادی دنغره روز 6 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی با تصدیق آنکه به دلیل بند ماندن سرمایه‌ها در اگرو اینوست بانک ساختمان پالایشگاه نفت به تأخیر افتاد گفت مسئله مسئول در سطح حکومتی بررسی شده است. پگاه یک جلسه است. بعد همون جلسه نتیجه بیان‌گذاری کرده. لیکن مسئله ای که انسان ما شما قناعتمند کنه پگاه بعد جلسه ما شما میگیم. پالایشگاه نفت را در ناحیه دنغره شرکت مشترک تاجیکستان و چین با نام تکا اویل بنیاد میکند. این شرکت مشترک تاجیکستان و چین است که 10% سهمیه‌هایش به شرکت حسن و کو و باقی مانده 90% سهمیه‌هایش به شرکت چینی دونگ ینگ هلی اینوستمنت التد تعلق دارد. شرکت حسن و کو یگانه شرکت است که در ولایت ختلان به پالایش نفت موضعی بیشتنتاق مشغول است. تاجیکستان از جهت تأمینات با سوزشواری مستقلیت ندارد و 90% مواد سوخت را از روسیه میگیرد. اگر این پالایشگاه به کار می‌پرداخت، کشور می‌توانست نصف از احتیاجات داخلی را با سوزشواری خودی تامین کند. تحلیلگران و ناظران امور بیزنس در تاجیکستان میگویند بحران بانکی کار شرکت‌ها را در کشور دچار بنبست کرد و اگر به این بحران خاتمه داده نشود میتواند بیزنس را به گرداب خود بکشد. الهام علیف رهبر اتاق بازرگانی آمریکا در تاجیکستان گفت وقتی سرمایه‌گذاران به تاجیکستان میآیند حتما به کار نظام بانکی اهمیت میدهند. دولت تاجیکستان نیز در آغاز سال روان تلاش کرد با نشر وکسل ها و اختصاص 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی به اگرو اینوست بانک این دو بانک را از ورطه کساد شوی نجات دهد. دو بانک دیگر تاجپوران بانک و فانون بانک که از کمک دولت محروم ماندند مفلس اعلان شدند و عین زمان ترکه اموال این بانک ها ادامه دارد. با وجود کمک های دولت بانک جهانی در گزارش اخیرش نوشت که با آن یاری ها بحران بانکی در تاجیکستان انجام نیافته است و بانک های تجارتی باز به کمک علاوگی مالی دولت احتیاج پیدا خواهند کرد. بند ماندن پول‌های شرکت چینی در اگرو اینوست بانک نیز حاکی است که وضع مالی این بانک پس از کمک دولت به اعتدال نآمده است. عین زمان اگرو اینوست بانک به دارندگان کارت‌هایش 500 سومانی در یک روز لیمیت مقرر کرده پرداخت مبلغ‌ها را طریق نظام ویزا کاملا قطع نموده است.